بهار. پروانه درست قبل از بیرون آمدن از پیله بیشتر از همیشه تلاش میکنه. اژدهای کوچک پرسید: تو به تناسق اعتقاد داری؟ پاندای بزرگ خمیازه‌ای کشید و گفت: من اعتقاد دارم که در هر لحظه از هر روز میتونیم رها کنیم و دوباره شروع کنیم. حتی درخت آسیب دیده هم میتونه زیباترین شکوفه ها رو بده. اژدهای کوچک پرسید: دیگه داریم میرسیم. پاندای بزرگ لبخندی زد و گفت: امیدوارم که اینطوری نباشه.